بسم الله الرحمن الرحیم. این آقای خوش تیپی که میبینید اینجا نشسته آقا صالح مهدی زاده است که تو برنامه محفل روز 26 ماه رمضان دیدید با اون تلاوت طوفانیش همه داورا رو به وجد آورد، پرچم گیلان رو هم برد بالا، بچه رشته. خب آقا صالح سلام. چه خبر؟ صالح نظرت در مورد اینکه قرآن میخونی چه حسی داری؟ حالا وقتی قرآن میخونی، حالا وقتی اعصاب سکوته یا هرچی اصلا قرآن میخونی کلا آرامش میگیری. داورا تشویقت میکردن چه حسی میشدی؟ حسش که خیلی خوبه، حال میده. مثلا حامد شاکر نکرد نزد کلا داور کربلا رو که گرفتی چه حسی پیدا کردی؟ بنده از خودم کربلا نرفتم، باری کلا برای اولین بارم کره گرفتم و الان توفیق پیدا کردم که در حرم بخونم. آقا صالح قراره که تو حرم حضرت عباس انشالله تلاوت طوفانی قرآن کنه و اونجا هم به نیابت از همه مردم در حرم مطهر فاطمه اخری انشالله ما رو زیارت میکنه. صالح انشالله که همیشه نفس بزنی در سایه قرآن کنار پدر مادر خانواده خوشبخت و سرفراز بشی. همین